نوشید خربزه و اصل، خربزه و اصل، خربزه و اصل، خربزه و اصل، خربزه و اصل. بالاخره امروز اومدم براتون تیستش کنم. اول مواد مورد نیاز رو میاری و مرحله 2 از خالصات پاتی میپرسی که خربزه و عسل برای انسان ضرر داره یا نه. البته من از قبل پرسیده بودم، به خاطر این لپتاپ خاموشه. مثل اینکه ضرر نداره. حالا خرگوزه مشهد تو میاری و به صورت غیر یکسان برشش میدی. البته لایک و سابم بکوب که اگه مرده بودم متوجه بشید. حالا پوستشو میگیری و عسلت هم میاری درشو باز کنی. میریم برای پلن بی. پلن بی همیشه جوابه. بریم برای تست نهاییش. کاملا حق با تو بود. ترکیب خربزه و عسل میتونه مرگبار باشه و این که من بهت گفتم میتونی یک خربزه کامل رو با عسل بخوری اشتباه بود. ببخش. اگر چیزی توی سرته بیا راجع بهش حرف بزنیم.